آمادگی مولوی مهدی برای جنگ در برابر طالبان. مولوی مهدی میگوید که منافع و سرنوشت شیعیان خط سرخی او است و از این خط به هیچ قیمتی نمیگذرد. فروش سندهای مدرسه های پاکستان از سوی طالبان. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته که ممکن است مسکو حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای ترکمنستانیش بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. با درود و وقتتان بخیر. به سرویس خبری این ساعت از آماج نیوز خوش آمدید. صف آرایی بلخاب. مولوی مهدی آماده جنگ با طالبان شد. منابع محلی طالبان در شمال کشور با آماج میگویند که به دنبال شکست مذاکرات طالبان با فرمانده هزارت تبارشان در بلخاب، اکنون نیروهای طالبان در حال بسیج جنگجو برای جنگیدن در برابر مولوی مهدی اند. در همین حال منابع محلی از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با آماج میگویند که مولوی مهدی نیز آمادگی لازم را برای ایستادگی در برابر طالبان گرفته است. مولوی مهدی 2 سال قبل به عنوان تنها فرمانده هزارت تبار با طالبان پیوست و پس از سقوط افغانستان به عنوان رئیس استخبارات ولایت بامیان مقرر شد، اما پس از چندی برکنار شد. اکنون این فرمانده هزارت تبار به بلخاب رفته و از نحوی حکومتداری طالبان و نبود سهم هزارها در آن شکایت دارد. بلکه نیم فیصد ما احساس میکنیم که توجه با کمال تأسف صورت نگرفته بود. پس فعلا شما منتظر کسی نباشید. طالبان چندین بار تلاش کردند تا مولوی مهدی را متقاعد سازند تا از خواستهایش دست کشیده و به یک سمت ملکی در کابل کار کند، اما او در تازه ترین اظهاراتش گفته است که خون او رنگین تر از خون حسین نیست و به دنبال به دست آوردن سهم هزارها در قدرت است. با والله قسم حسینیتی، خون ما از خون حسین بالا نیست، خون ما از خون جوانان رشید و یاران با پای حسین بالا نیست. با والله قسم که مرگ را ترجیح میدیم، با والله قسم که مرگی با افتخار را ترجیح میدیم. والله ثم الله با این آقای بزرگوار، با الله خود، با حسین خود عهد میکنیم که ذلت در شأن ما، در غیرت ما، در وجود ما، در منطق ما، در مکتب ما وجود ندارد. این سفارایی در حال صورت میگیرد که طالبان با تصرف افغانستان فرماندهان نظامی غیر پشتونشان را برکنار و یا هم به سمت‌های تشریفاتی گماشتند. ولسوالی بلخاب ساحه کوهستانی در ولایت سرپل در شمال افغانستان است که در دور قبل حکومت طالبان آنها موفق به تصرف کامل آن نشده بودند و اکنون نیز این منطقه استراتژیک زیر اداره مولوی مهدی است. منابع با ارسال مدارک با آماج میگویند که طالبان در غور در بدل فروش اسناد مدرسه های دینی پاکستان از افراد بی سوادشان از 6 الی 8 هزار افغانی پول میگیرند. این منابع با فرستادن نمونه از مدرک یک نهاد تحصیلی پاکستانی که به زبان عربی نوشته است گفتند مسئولین طالبان با ساختن جعل و فرستادن این نمونه به وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی برای افرادشان سند تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان را میگیرند. یک منبع معتبر طالبان در غور نیز این موضوع را تایید کرد و که نمیخواهد در خبرنامه از او برده شود میگوید که برخی از افراد آنان دست به چنین کار زدند. او که مخالف این کار است می‌افزاید که نباید افراد بی سواد شامل سیستمی ادارات شوند، بلکه برای ظرفیت سازی آنان باید تلاش صورت گیرد. از سوی دیگر در مکتوبی که به تاریخ 14/01/2026 از سوی وزارت کار امور اجتماعی طالبان صادر شده و به دسترس آماج قرار گرفته است و تمام ریاست‌ها در ولایت‌ها گفته شده که به دلیل مراجعه افراد طالبان به منظور استخدام و شامل شدن به کار و نداشتن سند تحصیلی به آنان همکاری و مشکل‌هایشان حل شود. در این مکتوب به نقل از وزارت معارف طالبان آمده است به اساس مقرره ارزیابی اسناد مدارس دینی علمای کرامی که از دوره خرد فارغ شدند اسنادشان معادل فارغ صنف 14 و علمای کرامی که از دوره کلان فارغ شدند اسنادشان معادل لیسانس تثبیت می شود. برخی از تحصیل کردگان غور نیز میگویند که طالبان با توزیع اسناد و استخدام این افراد بی سواد در ادارات دولتی سیستم اداری را مختل می سازند. عبدالواحد حما سخنگوی والی غور نیز میگوید
که تبدیل اسناد مدرسه های دینی در بدل اسناد تحصیلی از سوی یک کمیته در وزارت ها صورت میگیرد. او اما فروش اسناد را در غور رد میکند و میگوید که این روند تا اکنون در غور آغاز نشده است. واکنش ها به توزیع اسناد به افراد بی سواد طالبان در غور در حالی مطرح می شود که طالبان دهها کارمند حکومت پیشین را در این ولایت برطرف و افراد خودشان را جابجا کردند. چندی پیش طالبان به گونه دست جمعی کارکنان سابقه دار ریاست معارف غور را برطرف و به عوض آنان افراد خودشان را که سند تحصیلی نداشته‌اند جاگزین کردند. زمیری کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، گفته که ممکن است مسکو حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و در اتخاذ این تصمیم از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر پیروی نمی‌کند. خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که او این اظهارات را روز گذشته سه‌شنبه در گفتگو با کانال یک تلویزیون دولتی روسیه بیان کرده است. آقای کابلوف درباره به رسمیت شناختن احتمالی حکومت طالبان از سوی روسیه گفته است چون این احتمالی وجود دارد و شرایط آن توسط رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه تعیین شده است. نام برده تصریح کرده است که روسیه در به رسمیت شناختن حکومت طالبان از آمریکا و دیگر کشورها پیروی نخواهد کرد. باید ذکر کرد که 10 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میگذرد و در این مدت هیچ کشوری حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. کشورهای جهان تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران و مبارزه با تروریسم را از پیش شرط‌های برای به رسمیت شناسی طالبان عنوان کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با سردار بردی محمدآف، همتای ترکمنستانیش در تهران، بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. با گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیسی امروز چهارشنبه 25 جوزا در یک نشست خبری گفته است که دیدگاه ایران و ترکمنستان نسبت به افغانستان نزدیک به هم است. آقای رئیسی بار دیگر به تشکیل یک حکومت همشمول با حضور همه احزاب سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. او افزوده است که در نشست با همتای ترکمنستانیش بر بحث‌های انجام شده در اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرده است. نامبرده اضافه کرده است مشکل‌ها و مسائل موجود در منطقه باید به دست مسئولان منطقه حل شود و هر گونه حضور بیگانگان ممکن است مشکل‌هایی به همراه داشته باشد. در همین حال رئیس جمهور ترکمنستان گفته است که ایران و ترکمنستان خواهان این هستند تا افغانستان به دولت شکوفا تبدیل شود و در مشارکت‌های مهم ملی و منطقه حضور داشته باشد. باید یادآور شد که با گذشت 10 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان تا اکنون هیچ کشوری حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت فراگیر یکی از پیش‌شرط‌های کشورهای جهان به رسمیت شناسی طالبان است.